سلام علیکم شنوندگان عزیز. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو با شما شوکتی محمد. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. محققان بیوروی ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا میگویند تقریبا نیم قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر می‌دهد پنهانی بوده، جامعه از آنها آگاهی ندارد. فعالیت فرم جواب قانونی می شود. تأسیس نهاد کیبر مقابله در تاجیکستان. توپ طلایی برای ششمین بار نصیب لیونل مسی، حمله‌گر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب آرژانتین گردید. بیوروی ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا در گزارش خود نوشته است که قسم زیاد قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر می‌دهد پنهانی بوده. بیشتر این کشورها خودشان نمی‌دانند که چقدر از چین قرض دارند. این بیورو که مستقر در کمبریج ایالت ماساچوستس است، تحقیقات خود را به شکل گزارش تحت عنوان قرضدهی چین به کشورهای خارج نشر کرده است و مؤلفان آن سباستیان هارن از دانشگاه میونخن، کارمن رینخارد از مکتب گاروارد کندی و کریستوف تریبش از دانشگاه اقتصادی جهانی کیل می باشند. این محققان اقتصادی میگویند تقریبا نیم قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر میدهد پنهانی است و جامعه از آنها آگاهی ندارد. تاجیکستان با سرعت وابستگی‌هایش از چین را بیشتر میکند. حالا بیش از نیم قرض خارجی کشور متعلق به اژدهای سرخ یعنی چین است و 75% سرمایه‌های مستقیم خارجی در 2 سال آخر نیز از این کشور وارد شده اند. منابع زیرزمینی تاجیکستان نیز هرچی بیشتر در اختیار همسایه کشوری ابرقدرت قرار می‌گیرند. کارکرد کان‌های 2 گرانبهاترین متل طلا و نقره در تاجیکستان مونوپولی چین شده اند. در حالی که تاجیکستان موقعش را در تمام رده‌بندی‌های سرمایه‌گذاری، مالیوی، اقتصادی، بیزنس و غیره با سرعت از دست می‌دهد و شمار کشورها و شرکت‌های علاقمند به سرمایه‌گذاری در تاجیکستان تا رفت کمتر می‌شوند، کشور تصمیم گرفته است در 3 سال آینده بیش از 1 میلیارد دلار دیگر قرض گیرد و در آرزوی جلب سرمایه بزرگ خارجی است. با گمان غالب قسمت بزرگی بیش از 1 میلیارد هم که تاجیکستان در 3 سال آینده گرفتنی است، این از چین خواهد بود. حالا قرض تاجیکستان نزد چین از مرز 1.5 میلیارد دلار تجاوز کرده است. این هم در حالی است که طبق تحقیقات تقریبا نیم قرض‌هایی که چین به کشورهای دیگر می‌دهد، چنانه که در بالا اشارهش رفت، پنهانی بوده، جامعه از آنها آگاهی ندارد. مؤلفان تحقیقات میگویند برخی از کشورها حتی نمی‌دانند چقدر از کشور چین قرض دارند. با این دلیل امکان دارد قرض تاجیکستان از چین نه 1.5 میلیارد دلار بلکه بیش از 3 میلیارد دلار باشد. حجت‌های صادرات سرمایه از چین حداقل ناشفاف هستند. چین درباره قرض‌های دولتی هیچ اطلاعی نمی‌دهد و هیچ سند استاندارد دانیده شده معلومات درباره حجم قرض‌هایی که چین به خارج داده است وجود ندارد. معلومات درباره قرض‌های به خارج داده چین به هیچ مشکلی از نظرها پنهان می‌مانند. در نتیجه خود کشورهای قرضدار معلومات پوره درباره این که چقدر و با کدام شرط‌ها از چین قرض گرفتند نمی‌دانند. اینجا لطفاً تماشابینان عزیز به یک مسئله مهم دقت دهید. تقریباً همه قرض‌های چین را بانک‌های می‌دهند که از طرف دولت کنترل می‌شوند. برای مثال وقتی اکسیم بانک چین پروژه در تاجیکستان مثلا ساختمان راه را مبلغ گذاری می‌کند، آن مبلغ را مستقیم به پدرچی چینی که به ساختمان راه مشغول است می‌دهد، به تاجیکستان نمی‌دهد. انتقال پول به خارج صورت نمی‌گیرد، چون فرمایشگر و هم اجراچی خود چین است. در این حال بانک حساب‌های بین المللی چیزی را به قید نمی‌گیرد. با این حال به کشور قرض گیرنده که نمی‌داند چقدر قرض دارد است، به نقشه‌گیری خدمت‌رسانی قرض‌ها مشکل است.
پیشبینی عاقبت قرضها از آن پیچیده تر می شود که چین اساساً با نرخ تجاری بیش از 50% قرضها در سالهای 2000 2017 و با دلار 85% قرضها قرض می دهد. کشورهایی که پول ملیشان با سرعت بی‌قرب می شود از جمله کشورهای فقیر آسیای میانه در برگردانیدن قرض دلاری با مشکلات بزرگ مواجه می شوند. در این مدت سامانه تاجیکی 76% و سام قرغیزی 32% قیمت خود را از دست دادند. مؤلفان گزارش میگویند که برای سرمایه گذاران دیگر این نااطمینانی باید بانگ خطر باشد. این قرضهای پنهانی خارجی تحلیل ریسک های کشوری و حسابگیری فایزهای قرض را مشکل میکند. بیوروی ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا تاکید میکند که چین این قرضهای بزرگ را نه به خاطر گرفتن فایده مولوی از آنها میدهد، بلکه منافع آن به معدنها و تأثیر ژئوپلیتیکی نگرانده شده است. در این باره سازشنامه‌های ناشفاف برای گاز با ترکمنستان و در اختیار چین قرار گرفتن کانهای طلا و نقره در تاجیکستان شهادت می‌دهند. از اینجا دانسته می شود که چرا به چین کانهای زیاد کشور بدون افشا ساختن شرطهای آن داده می شود. اکنون چند خبر و رویدادها را از رسانه‌های دیگر همکارم صفیه گزارش می دهد. مجلس نمایندگان تاجیکستان با تصویب قانون نوی مبارزه با تروریسم اجازتنامه تأسیس نهاد مقابله با تبلیغات افکار گروه‌های تروریستی و افراطی در فضای مجازی را برای اداره‌های امنیتی و انتظامی صادر کرد. عزیز محمد خال محمد زاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان هنگام بررسی این طرح گفته است که ضرورت تأسیس چنین نهادی از سوی دادستانی کل، کمیته دولتی امنیتی ملی، وزارت‌های امور داخله و عدلیه این کشور ارائه شده است. خال محمد زاده تاکید کرده است که ستاد مخصوص به این منظور در دادستانی کل تاجیکستان تأسیس می شود که مسئولیت هماهنگی تمام اداره‌های امنیتی و انتظامی را برای مقابله با تبلیغات افکار گروه‌های تروریستی و افراطی در فضای مجازی بر عهده خواهد داشت. مشخص کردن اشخاص و گروه‌های فعال در زمینه جذب جوانان به گروه‌های تروریستی از جمله گروه جنگجوی دولت اسلامی و جلب آنان به منطقه‌های درگیری‌های مسلحانه در خارج از تاجیکستان از وظیفه‌های این نهاد است. در تاجیکستان بر اساس حکم دادگاه عالی این کشور 18 سازمان و گروه از جمله گروه جنگجوی دولت اسلامی، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، حزب اسلامی ترکستان شرقی، حزب تحریر، گروه سلفیه، القاعده، جبهت النصره، اخوان المسلمین، لشکر طیبه، جماعت اسلامی پاکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24، پیمان ملی، گروه تبلیغ جماعت، تاجیکستان آزاد، انصارالله، شهیدان یهوه و چند سازمان دیگر تروریستی و افراطی اعلان و فعالیت آنان در کشور ممنوع شده است. تاجیکستان در فهرست نو شده سپید تست گلوبال ایندکس در رده 132 جای داده شد. خدمت رسانی اینترنتی سپید تست نقطه نت که شرکت آکلا صاحب آن است، فهرست ماه اکتبر سرعت اینترنت را منتشر کرد. تاجیکستان با سرعت بارگیری 10 از 181 مگابایت ثانیه و بارگذاری 5 از 169 مگابایت ثانیه اینترنتی به سیم در میان 141 کشور در رده 132 جای گرفت. همینطور تاجیکستان در مقایسه با ماه گذشته جای خود را در فهرست 3 رده بهتر کرد. از لحاظ سرعت اینترنت سیمی نیز تاجیکستان 3 رده بالاتر رفت. با سرعت بارگیری 21 از 110 مگابایت ثانیه و بارگذاری 21 از 155 مگابایت ثانیه تاجیکستان رده 108 را کسب کرد. از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل قزاقستان در رده 99، روسیه در رده 91، قرقیزستان در رده 106 و ازبکستان در 136 جای گرفتند. بر اساس گزارش ماه ینوری سال گذشته اگنتی بازاریابی ویا سوسیال و هوتسویت در تاجیکستان دسترسی مردم به اینترنت 33% است. در میان کشورهای آسیای مرکزی تنها در ترکمنستان
دسترسی به اینترنت بدتر از تاجیکستان بوده، 18% مردم ترکمن به اینترنت دسترسی دارند. در ضمن بر اساس پژوهش اینترنت لایف استاتس 19% مردم تاجیکستان کاربران اینترنت میباشند. محبوسانی که بعد عفو شدند به آزادی برآمدند با مشکلی نیافتن جای کار به سبب داشتن داغ سودی به سازمان‌های دفاعی حقوق بشر شکایت کردند. در تقریباً یک ماه اخیر 90 محبوس عفو شده از یک سازمان مستقلی حامی حقوق انسان در دوشنبه کمک خواستند. آنها گفتند که حتی گرفتن شناسنامه برایشان میسر نمی شود. طبق قانون در تاجیکستان به استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد از داوطلبی کار درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی سند پرسد. هرچند مقامات گفته بودند به زندانیانی به آزادی برآمده برای برگشت به حیات معمولی کمک میکنند، اما تنها بعد از 2 هفته به اجرا درآمدن قانون عفو 60 نفری آنها دوباره دست به جنایت زده دستگیر شدند. آنها اساساً به دزدی متهم میشوند و یک نفر به تجاوز به ناموس گمانبر است. طور رادیوی آزادی می نویسد کارشناسانی که این موضوع را پیگیری دارند تخمین میزنند به احتمال زیاد بیکاری و نبود شرایط برای به حیات معمولی برگشتن محبوسان پیشین به این وضع سبب شده است. حامیان حقوق به آن تاکید میکنند که توجه مقامات به مشکل و زندگی محبوسان سابق باید جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند برنامه ملی قبول شود تا محبوسان را هنوز هنگامی در زندان بودند برای زندگی در آزادی آماده سازند. توبی طلایی برای 6مین بار نصیب لیونل مسی حمله‌گر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب آرژانتین گردید. مسی بهترین فوتبالباز در سال 2019 اعتراف شد. فوتبالباز آرژانتینی امسال هم با بارسلونا قهرمان فوتبال اسپانیا شد و این شمار را نیز به 10 رساند. با گرفتن 6مین توپ طلایی او کریستیانو رونالدو را هم که 5 بار به این افتخار سزاوار شده است عقب زد. مسی بهترین نشانزنی قهرمانی اسپانیا با 37 گل و لیگ قهرمان‌ها با 12 گل گردید. قبلا مسی سالهای 2009، 2010، 2011، 2012 و 2015 برنده توپ طلایی شده بود. رونالدو امسال در روی خط بهترین بازیگران در جای 3 و محمد صلاح در جای 5 قرار گرفتند. با همین برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما، تلگرام فرستید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.